ارتش آمریکا در افغانستان. ایالات متحده آمریکا سال 2001 نیروهای خود را وارد افغانستان می کند. ارتش آمریکا با یاری قوه‌های مردمی طالبان را از قدرت دور می کنند. ولی در سال 2021 امریکایی ها درک می کنند که دیگر توان اداره افغانستان را با واسطه ارتش خود ندارد. پیش از امریکایی ها 10 سال شوروی ها در افغانستان حضور نظامی داشتند. آنها هم در اینجا پیروز نگردیدند. اگر به عقب‌تر رویم، انگلیس ها هم آمده بودند لیکن پیروز نگردیدند. برای چی سه قدرت جهانی در این سرزمین پیروز نگردیدند؟ عالمان دنیا شکست ابرقدرتان را در این سرزمین تنها در آن می دانند. جغرافیای افغانستان، دیگر چیزی نه. افغانستان به مثال تاجیکستان و ایران کوههای زیاد و آسمان بوس دارد. در افغانستان قوم‌های مختلف به هم سازگاری نمی کنند. آنهایی که سرحد افغانستان را جور کردند تنها برای فایده خود. برایتان این تقسیماتیان را معرفی می کنم. اینهایند روسیه و انگلیا. مثلا پشتوها هم در افغانستان و هم در پاکستان هستند، ولی میان آنها مرز است. 60 میلیون پشتو را از هم این سرحدات جدا می کند. سرحد پشتوها در سال 1893 کشیده می شود. پشتوهای این طرف و آن طرف این سرحد را قبول ندارند. رشته‌کوه‌هایی که پسی هم چون دیوار قرار گرفتند به دشمن اجازت ضبط این سرزمین را نمی دهند. این رشته‌کوه‌ها خصوصیت‌های منفی هم دارند. قوم‌های مختلف افغان را هم جدا می کنند. امریکایی ها هم تجهیزات پیشرفته داشتند، هواپیماهای پیشرفته و دیگر چیزها، اما کل افغانستان را نتوانستند اداره کنند. افغانستان در یک حالت، تنها در یک حالت می تواند آرام باشد، در حالتی که قوم ها به هم آیند. امیدواریم روزی می شود که افغانستان امن می گردد.